فریده میخواست شینواری کسبی باشد، در سبقت‌های جهانی اشتراک نماید. آنچه نگذاشت آرزویش عملی شود لباس مخصوص شینواری بود. برادرام فهماندم، گریه کردم که خیلی من رفته در چی ورزشگاه در همین چیزا من آموزش کنم. میگن که خیلی اونجا میری و لباس کوفته تاجیک نشود آوازی کرده دیپلیچ آوازی میکنی و تو موافق اون نیستی تو. شینواری در تاجیکستان در 10 ساله اخیر قریب به یک ورزش مردانه تبدیل یافته است. از 120 تربیتگیرنده مکتب مخصوص شینواری برای کودکان و نورسان دوشنبه همگی 17 نفرش دخترانند. بنابر نتیجه یک پژوهش، اتحادیه‌های ورزشی سبب کم بودن شماره دختران را لباس‌های تنگ و چسبان ورزش سبک می‌دانند که جامعه سنتی تاجیکستان آنها را قبول ندارد. من خودم همچون جوان تاجیک راضی نیستم و هم اجازه نمیدم که خواهر من و یا دوستی من با لباس‌های لیش در بین بچه‌ها آوازی کنند. بگذار آنها ورزشگر هم باشند. ما توصیه می‌دهیم که یگان لباس‌های سازتر و معنی‌تر پوشند. مثل اسلام جوانان زیاد محض از دیدگاه مذهبی به این نوع ورزش‌ها مخالفت دارند. طلبات به لباس مخصوص در شینواری، گیمناستیکا و دیگر ورزش سبک آرزوهای دختران را در جامعه سنتی برباد داده است. آنها سالهای اخیر از شینواری، گیمناستیکا و عموماً ورزش‌های سبک کنار می‌روند. پوشیدن لباس کمی پوشیده در سبقت‌های جهانی برای ورزشگران شینوار اجازت نیست. به هر حال ما با تشکیل آزمون‌ها برای جلب دختران به این ورزش ترغیبات و فهماندهی‌ها می‌گذرانیم. دخترانی هستند که مانع‌های عقیدوی را توانستند بشکنند. مهرانگیز عثمانووا از 12 سالگی در این مکتب مشق شینواری می‌کند. وقتی برادرش به ورزش شینواری می‌رود، مهرانگیز پدر را مجبور می‌کند او را هم به مکتب شینو ببرد. 8 مدال غالب آمدم. در چند نمود مسابقه‌ها اشتراک کردم. خیلی اینجا بسیارتر عروس‌ها می‌باشند و من خود را در اینجا خیلی خوب حس می‌کنم. مهرانگیز را بخت آمد کرد که در عائله به انتخاب او احترام گذاشتند. او میتواند به نوع ورزشی که میپسندد مشغول شود. همسالان دیگری او را در جامعه تاجیک میباید با تصورهای گوناگون مذهبی مبارزه برند. اتحادیه‌های ورزشی به مقامات مسئول کشور پیشنهاد کردند که دسترسی دختران را به ورزش‌های عمومی بهتر و آسان‌تر کند، اما معلوم نیست که حکومت به این پیشنهاد چی پاسخ می‌دهد. تا حاضر ما در شرایط‌های نهایت پست قرار داریم. برای شینواری خوب یافتن ما باید هزارها از آب گذرانیم و بعد 10 تا 20 مثال دخترای خوب یافته گرفته توانیم. چند سال پیش حوض زمانوی آبازی در دوشنبه گشوده شد و در مدت کوتاه به مرکز استراحتی هزارها تبدیل یافت. بنابر نظر محافظه‌کارانه جامعه به شینواری زنها در مظهر عام، مقامات این پایگاه‌های شینواری ساعت‌های آبازی زنها را از مردها جدا کردند.